صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 2. گسترش دولتداری و تمدن آریایی در عهد هخامنشیان. دیواندار شاهنشاه عادتاً در حضور والی فعالیت کرده حتماً از مردم تهجایی بود و تمام عملهای نیک و بد والی و سپهسالار را به دربار می رساند. امور واردات و صادرات امر و فرمانهای شاهنشاه و اجرای آنها از جانب دیواندار نظارت کرده می شد. دیواندار وظیفه‌دار بود که از خصوص مهمترین واقعه‌های ولایت و کردار و رفتار والی و مقربان او به شاهنشاه منتظم معلومات فرستاده عملهای ناشایان را پیشگیری نماید. سپهسالار اردوی لشکر ولایت را که عادتاً از دسته سربازان تهجایی، اسکران اجنبی از جمله باختریان و سغدیان و سکایی‌ها و جنگاوران کرایه بیشتر دسته یونانیان عبارت بود سروری میکرد. سپهسالار از روی مقام و مرتبه به والی و دیواندار اطاعت نمیکرد و امر و فرمانها را از دربار مرکزی شاهنشاه میگرفت. این سه عملدار والا مقام از روی مرتبه و وظیفه‌شان با هم پیوسته در رقابت بودند، از یکدیگر می‌هراسیدند و پنهانی و آشکارا به جریان فعالیت همدیگر نظارت می‌بردند. این طرز اداره‌کنی عملداران ولایت‌ها را وادار می‌کرد که با دربار شاهنشاه و دیوان مرکزی آن پیوسته در رابطه باشند و به غفلت و سهلنگاری راه ندهند. چاپران و قاصدان تیزرو در طول 1 یا 2 هفته از دورترین گوشه امپریا مراسلات و معلوماتنامه‌ها را به دربار شاهنشاه می‌رساندند. علاوه خصوص در دوره دارا یک وسایط علاقه آنقدر خوب به راه مانده شده بود که خبرهای تعجیلی و امر و معلومات‌های فوری از سرعت پرواز پرنده هم زودتر می‌رسید. در فاصله هر 4 فرسنگ که تقریباً 20 کیلومتر بودند، قاصدان را از پای تیزگام و چاپران نوبتی انتظار بودند. چون مراسلات و امر و فرمانهای صادر شده شاهنشاه به قرارگاه نوبتی قاصدان می‌رسید، قاصد دیگر آنها را گرفته فوراً به اسب آماده سوار می‌شد و با سرعت تمام به قرارگاه آینده می‌رساند. با شرافت راه‌های مساعد و نظام خوب علاقه در دوره دارا یک نظر به شاهان پیشینه مراسلات 3 مرتبه زودتر می‌رسید. گذشته از این شاهنشاه تدبیرهای علاوگی تحقیق کردن و نظارت بردن ولایت‌ها را داشت که آن از جریان فعالیت و کارگزاری این 3 عملدار والامقام وابسته نبود. شاهنشاه موافق ضرورت سال کمش 1 مرتبه به ولایت‌های موجوده کسانی بسا اعتمادناک و از آزمایش گذشته را می‌فرستاد که آنها را چشم و گوش شاهنشاه می‌نامیدند. کسانی اعتمادناک میبایست به جای شاهنشاه ببینند و بشنوند که در دورترین نقطه‌های قلمرو امپریا کدام عملهای شایان و ناشایان روی می‌دهند. آنها در این یا آن ولایت ناعیان پیدا شده وضعیت کارداری را مفصل می‌آموختند، کمبودی و نارسایی‌ها را آشکار می‌کردند و در دستگاه اداره‌کنی و عوض نمودن عملداران دیگرگونی‌ها وارد می‌نمودند. در صورت با دلیل‌های شیعی ثابت شدن خیانت و کردارهای خطرناک نسبت دولتداری، آنها صلاحیت به مرگ حکم نمودن عملداران خرد و بزرگ را داشتند و حتی والیان و سپهسالاران بانفوذ را نیز به قتل محکوم می‌نمودند. برای شاهنشاه بهای نامناسب، دلیل ناچیز یا شک و شبهه کسان اعتمادناک بسنده بود که والی و سپهسالار از وظیفه برکنار شود یا حکم قتل گیرد. این طرز اداره‌کنی با وجود نارسایی‌هایش نظر به سیستم دولتداری‌های پیشگذشته افضلیت‌های زیادی داشته، پایه‌های حاکمیت شاهنشاه را در دوردست‌ترین ولایت‌ها هم استوار نگاه می‌داشت. نظام انداستانی را خیلی آسان و پرقوت می‌کرد. پیش راهی همه گونه کوشش‌های جدایی‌گرایی و حاکمیت طلبی والیان را می‌گرفت و آشوب و شورش‌های خلقی را با آسانی برطرف می‌نمود.
صحیفه توجیکان در آینه تاریخ از کتاب دویم در باب دویم تحت عنوان گسترش دولتداری و تمدن آریایی در عهد هخامنشیان ادامه دارد.